بسم الله الرحمن الرحیم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس، و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که دو گروه از دوزخیان هستند که آنها را ندیدند. یعنی اینجا رسول الله پیشنگویی می‌فرمایند این دو گروه در زمان رسول الله نبود، چون که زمان رسول الله خیلی زمان پاک و یک عصر پاکیزه‌ای بود که انسان‌های پاک و پاکیزه‌ای با خدا اونها در اون وقت بودند. اما رسول الله گفتن که دو گروه از دوزخیان که اون را من ندیدم ولی بعد از من می آیند. کی هستن اونها؟ یکمش این که گروهی که تازیانه های چون دمگاو با خود دارند و با آن مردم را میزنند. یعنی یک گروه اولش اون کسانی هستند که در دستشان دره هست، تازیانه هست، بدون کدام جرم و خطا و غلطی مردم را میزنند، سر مردم ظلم میکنند. و اکثر علما میفرماید که این حدیث تطابق میخورد بر سر همین پلیس ها که اینها در دستشان دره هست و مردم را بدون کدام جرم اذیت میکنند و لطکوب میکنند. گروه دوم که هست میفرمایند که زنان نیمه برهنه که لباس دارند اما در حقیقت برهنه اند و از راه درست و از مسیر اطاعت پروردگار منحرف هستند و دیگران را نیز به انحراف و فتنه میکشانند. یعنی او زنایی که لباس چسب یا لباسی میپوشند که اصلا بسیار تنک است، تمام بدنشان نمایان هست، و زنایی که موهایشان باز هست، در سرشان لته ندارن، رومال ندارن در سرشان، آرایش و عطر با تمام فیشن با خارج میروند، بازار میروند. اینها را میگوید که اینها هم یکی از گروه های جهنم هست. سرهایشان مانند کهان شتر بر آمده میسازند، موهایشان را جمع میکنند، پشت سرش قیتک میزنند مانند کهان شتر. اینها وارد بهشت نمیشوند. این دو گروه وارد بهشت نمیشود، وارد جنت نمیشود و بوی بهشت به مشامشان نمیرسد، حتی بوی بهشت به دماغ اونها نمیرسد. حال آنکه بوی بهشت از مسافتی دور احساس می شود، در حالی که بوی بهشت، بوی جنت از مسیر هزارها سال به مشام و دماغ انسان می رسد، ولی این دو گروه نه در بهشت داخل می شود و نه بوی بهشت بر اینها در دماغ اینها و مشام اینها می رسد. بنابراین در این حدیث دو گروه ذکر شد. یکی گروهی که بدون کدام جرم و خطا بر بالای مردم اذیت میکنند، مانند پلیس ها، مانند مثلا سلطنت و فوج ها که بالای در دستشان دره هست و مردم ها را میزنند. گروه دوم زنان بی ستر و بی حجاب و بی عزت که خودشان را با تمام آرایش و با موهای باز و با عطر و ادکول خارج میشوند، خودشان در فتنه میندازند و دیگران هم در فتنه میندازند. موهایشان مانند کهان شتر در پشت سر بستند. اینها که از این دو گروه از اهل دوزخ هستند.